جهت اجرای دستور سپارش‌های رهبری دولت در سمت ذخیره محصولات برای دوره تیر و زمستان در ناحیه واسه از جانب دولت و صاحبکاران تدبیرهای سروقتی عملی گشته ایستادند. یکی از این تدبیرها جهت در سطح بلند آمادگی گذراندن موسم دوره سرما این با دستگیری حکومت مملکت آخرهای ماه اکتبر این کاروان ماشین‌های پر از بار عبارت از مواد سوخت انگشت به ناحیه واسه رسید. کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک یکجا با کارخانه‌های ساحه صنعت انگشت جمهوری جهت اجرای سریع‌وقتی دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور بعد از برگزاری یارمارکه فروش انگشت در شهر و ناحیه‌های ولایت‌های سوخت و ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفتند که در روزهای آخر ماه اکتبر یارمارکه فروش انگشت را در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برگزار نمایند. باید قید کرد که هدف از برگزاری چنین یارمارکه این پیش از همه هنرهای دسترس پیشکش اهالی نمودن انگشت در فصل سرما بوده، این چنین با اعتدال در آوردن نرخ انگشت در نقطه‌های فروش انگشت جمهوری به حساب می‌رود. در همین زمینه با دستور و هدایت‌های رهبری دولت برای به مشکلی گذراندن دوره تیر و زمستان در این ماه با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه و دستگیری کارخانه میراث یارمارکه فروش محصولات نیاز اهالی برگزار کرده شد. شکرانه از آن میکنیم که در فضای آسوده استقلالیت و وحدت ملی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و اقدام رهبر دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را همه جانبه جانبداری می‌نماییم. ما در نزد کارخانه‌مان یارمارکه فروش آرد، روغن، شکر با نرخ ارزان تشکیل نمودیم. طبق اطلاع متصدیان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه این چاره‌بینی مدت یک هفته ادامه دارد. طوری که معلوم است 24 فوریه سال 2022 در ولایت ختلان واخره رهبر دولت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شده گذشته بود و در برابر دیگر سپارش‌ها در مسئله زمستانگذرانی و ذخیره مواد غذایی در بین اهالی سپارش‌ها داده شده بود. امروز در ناحیه واسه مسئله زمستانگذرانی درست برای مانده شده است که از طرف خواجگی‌های دهقانی مخصوصاً استحصال محصولات کشاورزی در بازارها با نرخ‌های دسترس تامین کرده شده است. همزمان با دستگیری و به واسطه دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه یارمارکه فروش محصولات غذایی مواد اولیه یعنی که آرد، شکر، قند با نرخ‌های ارزان برای مانده شده است که اهالی ناحیه واسه از آن با پورگی استفاده برده ایستادند و نیز در آینده نیز ما در این سمت کارها را ادامه میدیم و باوری داریم که البته این دستور سپارش‌ها با پورگی اجرا می‌گردند. با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه برگزاری همین گونه یارمارکه‌ها در همه دهات‌های ناحیه به نقشه گرفته شدند. برای روزگار خواجگی همه چیز مهیا است. یگانجا تشویش نمیگه، سرگرم نمیشه. رحمت به همین جناب بولی که همین کارو ما رو آسانی کرده است، همه چیز با دسترس شدگی است. رحمت به همین آدم که چیز بسیار آورده است، روغن بسیار آورده است، روغن آرد بسیار آورده است. یگانجا سرگردان نمیکنی، کم نمیکنی، چیزی که میخوای محرمت نه ارزان کس گرفته رفته سو. از روی نقشه در ماه اکتبر این چهارمین یارمارکه محصولات نیازی اهالی می باشد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.